صبح عزیزان بخیر. رسیدم به مرحله که میخوام از پودر پامیس استفاده کنم. اولا دوستان باید ببینیم که پودر پامیس چیه، به چه درد ما میخوره، تا بعد بریم ببینیم که چطور ازش استفاده کنیم. ببینید ما وقتی لاک میزنیم چوب با چوب البته فرق میکنه، اما چوبی مثل توت که رگه های زیادی داره، آوند داره، پر کردن این آوندها خیلی برای ما مهمه در شفافیت کار ما. ببینید الان این کار دیشب یه لایه زدم با آستری، امروز صبح زود یه لایه زدم، 6-7 ساعت گذشت دم ظهر یه لایه دیگه زدم، 3 لایه نازل خورده. ببینید برق کار به نوعی در اومده، ولی اگه از نزدیک نگاه بکنید حفره داره. اینا چیه؟ اینا نقاط خالی بین آوند هاست. حالا ما اینا رو چجوری پر کنیم؟ ببینید پودر پامیز در حقیقت پودر سنگه و درجات مختلف داره از لحاظ اینکه چقدر خورد شده باشه. اون چیزی که به درد ما میخوره یه پودریه که خیلی مثل آرد میمونه، یعنی نه نمک. ببینید هست انواع مختلفش، ببینید مثل آرد میمونه، یه پودر خیلی ظریفه. این چه کار میکنه؟ ببینید قرار نیست این بره آوندها رو پر کنه. این مثل یه سنباده، مثل آسیاب عمل میکنه. اگر درست باهاش کار بکنیم میاد لاک الکلی رو که ما قبلا زدیم به انضمام خود جداره چوب رو خورد میکنه، با هم مخلوط میکنه، به نوعی مثل یه بتونه عمل میکنه و اینو پر میکنه به رنگ خودش، چون اینو سفیده رنگ میگیره. حالا اگر اینو بد بزنیم چه اشتباهی میشه؟ اگر اینو خیلی نادرست استفاده کنیم لاک و اینا رو همه رو برمیداره و اتفاقا تیکه های به قولون تیکه خالی میندازه. این یه کاریه که میکنه. اگر زیاد از حد بزنیم، کم فشار بدیم، گل میشه، رسما گل میشه و میره لایه زیر لاک الکل نقاط سفید میزنه. کار دیگه ای که میکنه اگه بد استفاده کنیم زبر میشه و اصلا اون کار شفافیت خودش از دست میده. خیلی باید با این مراقبت کنیم. فشار دست در این کار خیلی خیلی مهمه. اگر زیادی فشار بدیم کار از بین میبریم، کم بزنیم گل میشه. به صداش باید گوش کنیم که حالا به خاطر این هدست ها خیلی راحت میتونید صداش رو بشنوید. یه صدای خاصی داره که میگی که من دارم عمل میکنم. و وقتی هم که نگاه میکنید این شفافیت نسبی رو که بعد از 1-2 لایه پیدا شده رو به میبره. یعنی ما نگاه میکنیم کجا کدر شده. اگه کدر نشده باشه یعنی که پامیس بهش نخورده. حالا پامیس چجوری میزنیم؟ ببینید پامیس زدن 2-3 جوره. اول بیاید ببینید مثلا پامیس رو وقتی یه میز گونده میخوان لاک الکل کنن، بعد از 2-3 دقیقه مثلا پامیس رو اینجوری پودر رو پخش میکنن، شروع میکنن به سابیدن و بعد دوباره لاک میزنن. سطح بزرگه. وقتی میاد در سطح ساز ما 2 روش داریم. یه روش اینه که تو ویدیوهای قبلی هم هست، یه روش اینه که میایم و یه دستمالی رو عین دستمال لاک الکل خم میکنیم به این شکل، میایم الکل میزنیم، با دستمون یه مقدار پامیس اینجا میمالیم، 1 ذره لاک الکل اضافه میکنیم و میکشیم. یه روش دیگه داره که من خیلی استفاده میکنم، چون ویدیو قبلی اون روش رو گذاشته بودم، حالا این یکی روش رو بهتون نشون میدم. این یکی روش به مراتب بهتره ولی خب خیلی زمان بره و بعد ریز ریز برید جلو. ببینید به چیزایی که نیاز داریم هنوز این احتیاج داریم، الکل نیاز داریم و لاک الکل. خیلی کم از این استفاده میکنیم که کیفیت بهتری بگیریم. یه چیزی که در زدن پامیس مهمه اینی که واقعا ببینیم کارو و انقدر باید ادامه بدیم که این بازی آوندها و این حفرار دیگه نبینیم. بعضی دوستان میگن آقا باید 1 بار بزنید، 2 بار. خوب بزنید 1 بار کافیه، اما دلیل نمیشه. وقت ممکنه ناچارشین تکرار کنید یا همون کافی باشه. خب ببینید پامیسو اجازه بدید عزیزان من. روش دیگه زدنش که من خیلی دوست دارم اینه. ببینید پامیسو میگیریم و تو یه دونه دستمال اینجوری میریزیم. این دستمال چیه؟ از همون جنس کتونیه که داریم باهاش کار میکنیم. اینو میبندیم، بخچه میکنیم. ببینید
بخچه میکنیم، میگردونیم چند بار، سفت میشه. ببینید اینجا نگاه کنید، ببینید. خب شروع میکنیم آروم آروم، این پودر میکاپی که به صورت میزنن پامیسو ببینید روی کار میزنید، خیلی کم کم برید جلو. اگر زدین دیدین یه ذره زیاده، میتونید با یه دستمال یه ذره بتکونید. ببینید این کیفیت رو، این امکان رو به شما اینجور زدن میده. ببینید الان زیاد بود ولی در سطحش سفیدی میزنه. من اینو میخوام. حالا اگه خواستم دوباره میتونم اضافه کنم. دستمال رو ببینید، 3 گوش محکم. ببینید ما کاری که داریم الان میکنیم اینه که این لاک قبلی رو حل کنیم به نوعی، برای همین الکل زیادی مصرف میکنیم. ببینید اینو خواهید. و یه چیزی هم که توجه کنید، چون این مثل پودر سنباده میمونه، معمولا بعد یه مدتی این دستمال رو سوراخ میکنه و پرز میاد بیرون. چشمون باید به کار باشه. ببینید مقدار زیادی من الکل میزنم به این، حسابی با الکل اینو خیس میکنم. بعد میام یه قطره 2 قطره خیلی کم لاک الکل میریزم. ببینید اینقدر از رنگش، عمدن این سفید رو انتخاب کردم که ببینید اینقدر لاک الکل. خب حالا یه چیزی که داره، ما دیروز تو لاک الکل گفتیم 3 روش داریم در لاک الکل زدن: رفت و برگشتی، چرخشی یا 8. رفت و برگشتی در مورد پامیس عمل نمیکنه، چون ما میخوایم این داخل این پرشه. گردشی یکی از بهتریناشه. به صداش گوش کنید، امیدوارم صداش مشخص بشه. ببینید یک صدای خسخسی میکنه که میگه که من دارم عمل میکنم. ببینید کار خاصی نیست، منتها ببینید این تیکه رو میزنم، هیچ جا نباید خالی بمونه. ببینید الان این قسمت کار خورده، ببینید برقش میره و ما اینو میخوایم. ببینید دوباره اجازه بدید نگاه میکنم، نیاز داشت یه ذره دیگه پودر اضافه میکنم. ببینید دوباره الکل، دوباره 1 قطره لاک در این حد خیلی کم و شروع میکنم. مراقب باشید گل نشه. اگر گل بشه وقت برداشتنش خودش دردسریه. ببینید من یه بار اینو به آوندها دقت میکنیم. اگر دیدیم آوندها لاش درز نداره یعنی که پامیس داره عمل میکنه. ببینید دوباره چک میکنم، نگاه میکنم، میام این سمتم میزنم. دوستان خیلی از گیتار سازا اصلا قبل از لاک الکل روی خود چوب و با پامیس و الکل این کارم میکنن، ولی بهترینش اینه که بعد لاک، بعد 1-2 لایه لاک انجام بگیره. ببینید گردشی شروع میکنم این پامیس رو، در حقیقت دارم سنباده میکشم، به نوعی سنباده با لاکه. با این طرز فکر باید کار کنی. این شفافیت کار رو نمیتونم بگم چند برابر میکنه، یعنی اصلا شفافیت از این کار میاد که بافت ما پر باشه. اجازه بدین به نوعی برق نباید ببینم دیگه، بعدش انقدر باید این کارو بکنم که برق از بین بره. ببین هنوز برق داره ولی مثل اون اولش نیست. خب حالا نگاه میکنم
میذارم یه نفسی بکشه. روزتون بخیر دوستان. نگاه میکنم، صبر میکنم. چرا؟ الکل خشکه. یکی از جاهایی که میتونیم ببینیم گل شده نشده اینجاست. دست میکشیم، ببینید هر جا احساس زبری کردم اونجا پامیز جمع شده، پودر مونده. چیکار باید بکنم؟ اونجا رو دوباره برگردم با الکل. اصلا دیگه چشمی نیست، حسیه. اینجای کار یه مقدار داره. اینجای کار که یه مقدار میبینم ممکنه پامیز گیر کرده باشه، فقط الکل میزنم و دوباره روش حرکت میکنم. این چون حل میکنه و به نوعی آسیاب میکنه، میتونید هی کار کنید. تا ببینید از این میبینیم که چقدر لاک رو بلند کردیم یا نه. ببینید اصلا لاکی رو بلند نمیکنه. اگر بد بزنید این میشه رنگ لاک. یعنی چی؟ لاک اینجا رو آوردین روی. اتفاق بدی که میفته که خیلی باید حواستون باشه اینه که مثلا اینجا رو فشار میدین بعد نگاه میکنی میبینی که اینجا خالیه ولی این ور لاک، یعنی لاک در حقیقت اینجا ورشون آوردین اینجا. ریزکاری زیاد داره این قسمت، یه ذره ترسناکه عزیزم. اونجوری هم نیستش که ما بزنیم و بریم. خیلی باید حواستون باشه. ببینید الان میبینم که این نیاز داره که یه مقدار دیگه پامیز بخوره. ببینید دوباره چیکار میکنم؟ این دستمالی رو که توش پامیز ریخته بودم، ببینید تاپ تاپ میزنم جا میندازه. دوباره میام الکل میزنم، یکی دو قطره. این لاکی که اینجا اضافه میکنیم برای اینه که با لاک قبلی حل شه و کار تیکه تیکه نشه. ببینید یه مقدار خیلی کم. شروع میکنم دوباره با پامیز کار کردم. دوستان از این روش ها برین جلو. نیازی به سنباده و نمیدونم پولیش ماشین و دیگه نداری. درسته فنیش این روشه و این روش های جا افتاده در این رشته در دنیاست، نه سازگری حتی. چون این رشته یعنی اینجور لاک به نوعی از مبلمان سازی در اروپا اومده و خب روش وقتگیریه، خیلی هم تکنیک نیاز داره. یعنی شما این نمیتونی اسپری کنی. یه کارگری که در و پنجره با فرنچ پولیشینگ میز میسازه خیلی باید به قول معروف ماهر باشه. اینه که خیلی جاها این کار انجام نمیدن دیگه، مگر اینکه قیمت اون جنس بیارزه که این کارو بکنن. الان این انقدر شما فکر کنید یک میزو با پایه و نمیدونم ایناشو بخواید این کارو بکنید، ببینید چقدر وقت گیره. و خب اومده در سازگری و شده جزء تکنیک. ببینید به اونقدر لاک بلند نمیکنه. حالا نگاش میکنیم. خب من الان نگاه میکنم، این دیگه متاسفانه نمیتونم نشون بدم چون دیده نمیشه. چند منطقه داره که ناچارم دوباره انجام بدم، بقیهش دیگه خوب شده. در همین حد دوستان. ببینید الان 2 تا منطقه اینجا میبینم که به نظر من بهتره یک مقدار. حالا اگه دیدین اومدین پامیز زدین و خب 2 بار 3 بار زدین یه تیکه‌ای نشد، اون تیکه ها رو، تیکه‌هایی که خیلی عمق بالاتری داشتن در آوند، اونا رو میتونیم پامیز رو مستقیم روش بزنیم، الکل بزنیم، یک مقدار این لاک رو بالا ببریم و خب حفره‌ها پر میشه. ببینید یه مقدار لاک رو بردم بالا و دیگه لازم نیست مناطق دیگه برم، همونجا رو پر میکنم با یه ذره فشار بیشتر. دستتون میاد دوستان. فقط اینو به شما بگم، اینو من به تمام سازگرای جوان میگم، شما سازگری و صداگیری و ساخت سازتون یه طرف، رنگ و لاک یه طرف، این خودش یه فنه و باید تمرین کنید و یاد بگیرید. من خود منم هنوز دارم یاد میگیرم بعد 20 و چند سال، هر بارش یه درسه. ولی بهترین روشش هم اینه که قطعات چوب بگیرید که نمیخواینو ببرید، همین کاری که من میکردم، تیکه تیکه و مدام لاک کاری کنید، ربطی به ساز نداره، تا بتونید این فن رو یاد بگیرید.
شما میگید به صفحه هم بزنید. عزیزان من تو روش خودم، یعنی روش سازگری که میشناسم، صفحه رو ببینید حتی رنگ نمیزنم. نه عزیزم، من به صفحه نمیزنم، برای که نمیخوام اون بافتا با پرشه. ببینید یه بخش این بصریه. مثلا ببین شما پامیس رو واسه یه دسته استفاده نمی کنی. چرا؟ چون بافت چوب گردو به نوعی که نیاز نداره، ولی وقتی کاسه توت درست میکنی ناچارید این استفاده کنید. به صفحه هم بزنید میشه، صفحه بسیار براق تمیزی درست میشه، اما صفحه کارایی دیگه داره. دیروز بحث همین بود. ما 3 قسمت عمده داریم، صفحه، کاسه، دسته. اینا 3 تا کاربرد و 3 نوع مختلف تکنیک لاک و رنگ دارن و کاری که اینجا میکنیم به دسته و صفحه ربطی نداره. برای همین تیکه تیکه حالا بریم جلو، اونا رو هم عمری باشه نشونتون میدم. ولی نه، الان رو کاسه است. یکی از دلایلی که این سری زیاد این ورم رنگ نذاشتم اینه که دوستان ببینید، تیکه تیکه ببینید که هر قسمت برای خودش تکنیکای خودشو داره. میتونیم یه لاکو ورداریم اینجوری از پایین کاسه تا بالا بکشیم بریم بیان، ولی هدف این نیست. اجازه بدیم. من توی نور بهتر ببینم. خب ببینید، نمیدونم اگر بشه توی دوربین نشون داد. ببینید هیچ حفره دیگه وجود نداره و ببینید اصلا برق افتاده با همین شرایط هم. خب این کافیه. این چیزی که حالا روی اینه که ما میتونیم تازه لاک الکل رو بسازیم. ببینید لاک الکل رو چقدر باید بزنیم، چند لایه. شما ببینید با 1 دست 2 دست میتونید برق بندازید. برق نیست هدف اینه که ما میخوایم این چوب رو حفظ کنیم در حدی که لاک بیاد و 1 ذره روی چوب وایسه، برای ما کافیه. خب این نمیدونم به عدد نمیشه، نمیگنجه، کار دستیه. 0.1 میلیمتر، نیم میلیمتر، نمیدونم، چشمیه. ما انقدر لاک رو ادامه میدیم که ببینیم مثل عسل میمونه. یه ذره عسل بریزید روی شیشه یا اینکه عسل رو بمالید به شیشه. ببینید ما اول میمالیم به شیشه، خب معلومه یه ذره عسل رو میبریم بالا، میبینیم که این عسل اومده رو شیشه. لاک هم دقیقاً همین کارو میکنه. ببینید دوستان پامیز تمام شد. این مرحله پامیز زدنه. دوباره نگاه میکنم حالا بعد از لایو چک میکنم. خب اگر قطعی باشه، قسمتی باشه که هنوز بافتا پر نشده باشه، ناچارم اینقدر این کارو ادامه بدم. 1 بار این کارو میخوام تموم بکنیم. اگر ما بیایم اینو بزنیم پشت گوش بندازیم، بعدن تو لاک میبینیم که اون شفافیت‌های لازم رو نداریم و اون زیبایی کاسه بیرون نمیاد، چون ما میخوایم زیبایی. ببینید لاک مثل ذره‌بین میفته، مثل قطره آب میفته روی ورق یه جایی که بندازین، اون زیر رو نشون میده. خب برای اینکه اون زیر رو خوب نشون بده، آونت‌ها باید پر شده باشن. دوستی میگن آیا لاک غلیظ باعث کر شدن کاسه میشود؟ من یه عقیده عمومی دارم عزیز. صنعت بعد همیشه به یه جای ساز شما ضربه میزنه. اینو یکی از دوستان به قول معروف پیشکسوت به من یاد داد و واقعا هم درست میگه. شما هر جا که صنعت کارید مشکل داشته باشه، یه جای کار آسیب میزنی. حالا در چه مسیری میره نمیدونم بعضی وقتا، ولی بله لاک غلیظ، لاک رقیق هم بده. ما تمام هدفمون اینه که اندازه کار کنیم، اونم میتونه ضربه بزنه. ببینید دوستان تمام شد. حالا این پودر پامیس از کجا میشه گرفت؟ خب ما که اینجا هستیم که خب راحته، ولی اینو در دندان پزشکی به کار میره، در وسایل دندان پزشکی. پودریه که این دقیقا برای سفید کردن دندان حتی استفاده میشه. پودر پامیس یا پودر سنگ آتشفشانی بهش میگن. بله اینو شما میتونید از ابزار فروشه. من یه سری دوستان از ایران تماس گرفته بودن که چجوری گشتن و در وسایل دندان پزشکی اونجا پیدا کردن. اگر به شکل تخصصی، چون تخصصی هم، اگر به شکل تخصصی پیدا نکردین میتونید از اونجا هم برید پیدا کنید. فقط میگم حواستون باشه پودرترینشو، یعنی ریزترینشو ما استفاده میکنیم. ببینید تمام شد. حالا یه نگاه دیگه بندازم. خب حالا این چون اون بافت
زیر لاک رو خرد کرده و فضاهاشو باز کرده، میتونیم الان دیگه روی این شروع کنیم یک دست دیگه همین الان لاک بزنیم. بعد از اون دیگه میره برای بعد. الان من منتظرم که یه ذره ببینم نانش باشه که لاکشو بزنم که ببینید که چقدر فرق میکنه. خب تار بهناز میگن که ایران آقای محمودیان میتونید تهیه کنید. خب اگه دوستان با همین چیزها رو باید به نوعی به اشتراک بذارید. خب ببینید این، و البته اینو به شما بگم این الان اینقدرش بیشتر استفاده نشده. 17 سال پیش خریدم اینو، اصلا استفاده نداره. ببینید این یه پودر 1 ذره است و این زیاد هم لازم ندارید، یعنی به قدری کم مصرفه و لازم. اجازه بدین یک بار دیگه من چک کنم چون میخوام لاک بزنم. یک لحظه، یه تیکه اینجاش دوباره لازم داره. اینو تموم کنم که بریم لاک بزنیم. کاسه زیبایی داره میشه. حالا تا ببینم چی میشه. خب این اندازه شد. این دستمالو مراقب باشید دیگه باهاش لاک نزنید. میگه دوستایی داشتم که میگفت خود آوندهای چوب توت باعث آکوستیک. خب در کل آوندها باعث میشن. خب این که ول میده داخل کاسه، ما داخل کاسمون عزیز با بیرون کاسه تو داستان جداست. ما که دلایلی که داخل کاسه رو پرداخت میکنیم باز میکنیم همین که این استاد عزیزتون به شما گفتن. ولی این فرایندی که ما انجام میدیم لاک الکل لاک روغنی نیست که دلایلش هم همینه. وقتی داخل چوب میشه هیچ آسیبی به آوندا نمیزنه و این روشی که ما میکنیم آوندها رو به قول من کور نمیکنیم. ما داریم آوندها رو اتفاقا پر میکنیم، کور نمیکنیم. اینه که این شکل بیرونیش با داخلیش بعد 3 میلیمتر خیلی تفاوت قضیه است. اون چیزی که اتفاقی که داخل کاسه میفته دقیقاً همینه که این استاد عزیز خدمتتون گفتن. خب ببینید دوستان، اینو میذاریم کنار، پامیس میذاریم الان کنار چون دیگه با اون دستمال نمیخوایم کار کنیم. ببینید دیشب من گفتم خدمتتون دستمالی رو که میتونیم هی استفاده کنیم. خشکم نشده، اینم دوباره ببینید ببینیم چی میشه. شفافیت تازه در این دستلاک دیده میشه دوستان. اجازه بدین. به نظر من تازه بعد از پامیسه که لاککاری شروع میشه در حقیقت. یک لحظه. وقتی تامیس میزنید اگر به مقدار کافی بعد روش لاک نیاد کدر میشه اون منطقه و میدونید که اونجا خوب لاک نخورده. ببینید این شد برق لاک. این تازه از الان میره که لایه های بالاتر ولی به اندازه کافی دیگه برق داره. ببینید این برقو، این دیگه از الان میره که
حالا قطر لاک رو از این به بعد، از الان به بعد دیگه بریم برای قطر لاک که چقدر بزنیم که این به قول معروف کافی باشه. الان به چشم من به راحتی 4-5 دست دیگه حداقل لازم داره، چون میبینید دیگه بسیار کم لاک میزنیم و این شد. خب این از اینو دوباره الکل میزنیم و اینجا نگه داریم. پس این شد پامیز عزیز. اگه سوالی ندارین که من از خدمتتون مرخص بشم. پس این سری گفتیم پامیز زدن و لایه بعد پامیزو ببینید آوندها پر شدن. آوندها که پر میشن این برها شروع میشه. ببینید کاملا الان چند تا دست لاک خورده این کار. گفتم دیشب یه لایه نازک زدم، امروز صبح زدم، ظهر 3 دست لاک به انضمام این الان میشه 4 دست. میتونم به شما به جرئت بگم 20 قطره، چون هر بار بیشتر از 4-5 قطره که نمیزنیم که. میتونید به این شفافیت ها برسید. لازم نیست که دستمال گنده رو بیفتیم به جون کار، چون اون اصلا درست نیست. حالا ببینید هدف ما چیه؟ که بتونیم یک ساز براق و با کیفیت لاک داشته باشیم. بازم میگم اگر خواستین در ذهنمون، اگر خواستین نیم میلیمتر لاک روی کار بیاد، بدترین حالت اینه که نیم میلیمتر لاک بذاریم روش در یک با یه دست. بهترینش اینه که از اون بهترینه که تو 10 لایه اون نیم میلیمتر رو بزنیم. اگر تو 20 لایه بزنیم باز بهتره. اگر تو 50 لایه بزنیم بازم بهتره. این طرز فکر لاک زدنه. ریز، ظریف و طولانی. خب ببینید غلظت لاکی که میگید، من دیشب توی بود بهش میگن 2 پونز کات. در حقیقت اگر متریک بریم مثلا 118 میلی الکل 24 گرم، 118 میلی الکل 24 گرم و خب تو اون مقیاس گندش 2 پوند میشه حدود 1 کیلو در 1 گالون الکل اینجا حساب میکنن این سیستم بین‌المللیش. یعنی در حقیقت 1 کیلو رو در 4.5 لیتر الکل. خب ما که اونقدر استفاده نمی کنیم، برای که متریک بکنیم بیاریم میشه این. توی پستای قبلی هست. اینا یه سیستم بین‌المللیه. یعنی شما وقتی میره به یه لاکار حرفه‌ای توی نجاری میگی 2 پوند کات، 3 پوند کات، 4 پوند کات، میدونه اینا همه اندازه‌های استاندارده و اینا چیزی که یعنی شماره‌های بین‌المللیه. اینم 2 پونده. 2 پوند حدود یه مقدار قویه. بله که اون حالا توی پستای قبلی هست. لطف کنید ببینید، حتی چیزاش هم هست، مخلوط کردن ها، محلول کردن ها. دوستان اگه سوالی نداریم من از خدمتتون مرخص بشم، اگر که اینم سیو میکنم. فکر کنم بعد از این حالا یه مقدار کاسه الان 2 تا یه دسته دیگه لاک بخوره، ممنون لطفتون، یه دونه بخوره میخوام برم سراغ دسته رو لاک زدن، سفر رو لاک زدن، داستان دیگه ایه. اینی که فعلا این تمام بشه دوباره حالا این لایو ادامه داره تا اینکه کل کار به اتمام برسه. ممنون توجهتون. یه چیزی هم که داره اینه که میگن برای تعمیر لاک نیازی به پودر پامیز هست. دوست عزیز تعمیر در چه حد؟ ببینید الان من میام میبینم این ساز مثلا نیاز داره لاکش عوض کنم، یه ساز قدیمی تعمیر. خب خیلی ها ور میدارن سنباده میزنن. سنباده روش درست تعمیر نیست برای لاک. ببینید یکی از این دستمالای همین که باش ما همین کتونیا رو تو الکل اینجوری میخیسونین، میندازین روی اون قسمتی که میخواین تعمیر کنین. بعد از این نایلونای هست که در آشپزخونه رپ استفاده میکنین، روش میکشین. 5 دقیقه 10 دقیقه بعد این رو بر میدارید، با یه تیغ کاتر یا لیسه کل لاک برداشته میشه. لاک رو با الکل پاک میکنیم. حالا برای تعمیر اگه منطقه‌ای هم باشه همین کارو میکنیم. لاک رو بر میداریم اضافه کنیم. بدترین حالتی که پیش میاد و خیلی سخته اینه که یه قسمت لاک کچل شه، مثلا بریزه. خب شما یه قطر دوروبر اینو داری که مثلا نیم میله، 1 میله و یک دفعه یه جا گوده. اینو شما هی لاک بزنی پر نمیشه. در اون حالت هم ناچارید یه منطقه رو پاک کنید، از اول لاک بزنید، وگرنه اون جوابو نمیگیرید از کار.
وقتی لاک به مشکل برمیخوره، به نظر من اینکه این قسمت کاملا از اول لاک بشه به مراتب تعمیرش راحت تره و نتیجه بهتره تا اینکه ببین یه تیکه رو بخواین کار کنین. خیلی سخته. و خب ما ببینید مثلا تعمیر سازهای فرنگی که میشه خیلی هاشون پایه‌های روغنیه، کار خیلی فرق میکنه. این نقاشی مونه با قلمو ریز ریز پر میکنن، اما لاک الکل یه سیستم دیگه ای داره. اینه که اگر شد عوض کنید کل اون قسمت رو، حالا مثلا دسته است یا صفحه است یا هر چی. ممنون توجه همتون. روزتون خوش باشه. تا عصر شما فکر کنم که دوباره برای دسته حالا ببینم امروز یا فردا دوباره لایو داریم تا این کار رو با هم تموم کنیم. اگر سوالی هم باز بود من در کامنت ها طبق معمول در خدمتم. روزتون خوش باشه. ممنون توجهتون.